سلام رفیق من، به کانال زهره تراولر خوش اومدی. امروز میخوام ببرمت به روستای برقان، مهمترین و اولین روستای گردشگری که تو استان البرز هست. برای رفتن به روستای برقان از 2 مسیر میتونیم استفاده کنیم. مسیر اول از تهران وارد آزادراه تهران کرج میشیم و بعد کرج قزوین تا به کردان برسیم. در کیلومتر 20 اتوبان وارد جاده کردان برقان میشیم. بعد از عبور از چند روستا به نامهای چلنگوار، سیاهکاران، علاقبند، تالیان و امین‌آباد به روستای برقان میرسیم. مسیر دوم از داخل شهر کرج. بعد از گذشتن از رجایی شهر و گوهردشت کرج وارد جاده باغستان آتشگاه میشیم و به سمت روستای برقان حرکت میکنیم. این روستا یکی از جاذبه‌های دیدنی کرج به شمار میاد. با وجود باغ‌ها و مزارع سرسبز، درختان میوه و رودخانه‌های پرآب و بناهای تاریخی که داره، در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران بسیاری قرار گرفته. در گذشته کرج ده کوچکی بوده و مردم از طریق راه‌های کوهستانی مسافت تهران تا قزوین و یا برعکس رو با چهارپایان طی می‌کردند و به دلیل طولانی بودن مسیر مجبور بودند که در کاروانسراها و قهوه‌خانه‌هایی که در برقان وجود داشته اتراق کنند که همین کار باعث رونق کسب و کار مردم این روستا شده. در قدیم حدود 150 تا 200 مغازه که شامل کارگاه‌های قنادی، حلاجی و رنگرزی بودند در این روستا وجود داشته که الان اکثر اونها از بین رفتند. محلی‌های قدیمی این روستا به زبان تاتی صحبت می‌کردند که الان داره به دست فراموشی سپرده میشه. کار مردم روستای برقان بیشتر زراعت، باغداری و دامداری و همینطور صنایع دستی. محصولات این روستا هم شامل گردو، توت، آلبالو، گوجه درختی، گوجه سبز و گیلاس و همینطور فرآورده‌های لبنی، عسل و غلات و سیفیجات. در روستای برقان امکانات رفاهی مناسبی مثل سرویس بهداشتی، مسجد، کافه و رستوران و سفره‌خانه و باغ‌های خانوادگی برای پیکنیک، خودپرداز و فروشگاه سوغات و مواد غذایی وجود داره. از سوغاتی‌های مشهور روستای برقان، بستنی گله برقان، آلوی برقان، انواع آلوچه، عسل، توت، گردوی پوست کاغذی میتونیم اشاره بکنیم. در گذشته مردم به بافت کرباس و گلیم هم مشغول بودند، ولی در حال حاضر به علک‌سازی، یکی از مهمترین صنایع دستی برقان هستش، مشغولند. اینجا سیب زمینی تنوری داشتن. داخل این کوچه هم یه حمام قدیمی هستش، هنوزم استفاده میکنم. بریم سمت مسجدی که
اینجا هستش و میگم خیلی قدیمیه. بریم داخل مسجد. روستای برقان معروف به مهد چنارهای 1000 ساله و سرزمین آلوچ است. مهمترین این چنارها که گفته شده بالای 1400 الی 1500 سال قدمت داره، در ضلع شمال حیاط مسجد روستا قرار داره که قطرش 12 متر طول داره. تنه این درخت کاملا خالیه و مثل اتاقیه که 10 نفر در اون جا میشن و حوضی وسط اون تعبیه شده برای نشستن. اهل برقان اعتقاد دارن که با بستن دخیل به این درخت به حاجتها و آرزوهاشون میرسن. خالی کردن داخلش رو. زندگیشه. بیرون بتونید ببینید. مرکز گردو هست. اینجا که باغ رستوران هستش، باغ رستوران نظیر. بستنی گله برقان یکی از آثار ثبت شده برقان توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. این بستنی خوشمزه و متفاوت به روش خاصی در این روستا تهیه میشه. بستنی گله بستنی معروف این منطقه است که میخوایم بریم بخوریم، ببینیم چه جوریه. ثبت ملی هم شده این بستنی. در ادامه بعد از اینکه از روستای برقان بیرون اومدیم به سمت آتشگاه باغستان کرج میریم که پیست موتور و ماشین سواریه.
دوست من، امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. منتظرم که نقطه نظراتت رو برام بنویسی.